امروز میخوام بهتون نشون بدم که ما چه صبحانه‌ای میخوریم. الان من به زور انرژی دارم چون سیمی مجبورم میکنه. میخوام به بچه‌ها راز این کره بادام زمینی جذابمونو بگم. ای سینا بچه‌ها ما یه مدتی از این چیزا میگرفتیم، جیف و پرامین و از این داستانا. بعد سینا یه جا رو پیدا کرد که کره بادام زمینی و ارگانیک میگیره. خب یعنی همون جلوی خودت میاد کره بادام زمینی میگیره و خیلی خوشمزه تر از چیزه. اوه بچه‌ها اینجا داره زلزله میاد. وای کمک. بهتون پیشنهاد میکنم حالا تو هر شهری که هستین از این جایی که کره گیری و این داستانا هست پیدا بکنید، بعد از این مدل‌ها بگین. خیلی باحال‌تره، خیلی خوشمزه تره. سلام، صبحت بخیر. خوبی؟ این اون یکی قوله ولی عصبانیه. این قول بد اخلاقمونه. شونبول. بگو شونبول. ناریه چرا اینجوری اسم دارم بلاک میگیرم. نگاش کن. اسم چیه؟ خودتو به فالوورها معرفی کن. اسمت چیه بیبی؟ خجالت میکشه. همین الان کلاسم تموم شد، خیلی خفن بود. بعد یه جا من خوابم برد، خیلی خسته بودم دیگه. خلاصه این که الان کلاس یوگام تموم شد، برم خونه غذا بخورم، ببینم کارم چطوریه. شب مجبور شدم قهوه بخورم و بقیه کارمو انجام بدم. اگرم چقدر سر صدا، اگرم که همه چیز اوکی باشه شاید یکم بخوام چون واقعا خوابم میاد دیگه. بعد از اونم بریم ادامه روز. امروز شاید فیلم برداری داشته باشیم. های برنامه با یکی از دوستام الان قرار دارم و داریم میریم کافه. جاتون خالی دیگه. همین بریم ببینیم چه خبره. وای دوربین نداشته باشه. غذا میبینم نمیتونم نخندم، خیلی خوشحالم الان. پاکت کنی؟ چیکار داری میکنی؟ یه سورپرایز واسه دارم. چیکار کردی؟ تامنیل ویدیو رو درست کردم. اولین تامنیل زندگیم. جدا داری میگی؟ آره بابا از من دیگه فتوشاپیستم. بیا نگاه کن. اذیت نکن. نگاه کن. این چیه؟ سینا این چیه؟ سینا در سرزمین عجایب. من اینا نمیذارم بذاری روی بابا ویدیو. خیلی تو نگاه نکات ریز بده من نشونو بچه‌ها بدم. بچه‌ها می‌بینین؟ این منم. خب به انا. این منم و همه چیز واسم عجیبه. ببین چهره‌مو چقدر گوگلیم. و اینم سیمینه که در سرزمین عجایب سینا گیر کرده. حالا سینا داره نگاه میکنه ببینه چه راه حلی پیدا میکنه که سیمین از سرزمین عجایب نجات بده. بچه‌ها این ولاگ تموم شد، سابسکرایب کنید. خداحافظ. هی منم میپاد، منم میدونم که منو میخواد، ولی به میگه تو نرو زیاد، بشین تو بکس تا خودش بیاد. وای چقدر فاز داره، هرچی لازمه اینجا کامله، واسه حاضره واسه حازمه، میخواد
قطعش کن.